וואלה, אני חוזר עכשיו מגן שעשועים עם ילדים, לא מפחדים. ערוצי אל-ג'זירה, תמשיכו לתת כוח לאויב. אנחנו פה לעד, לנצח נשאר. ורק למי שמבין על מה אני מדבר, הנה טעימה קטנה ממה שמשדרים בטהרן. اینکه ایرانی‌ها تعدادی موشک به طرف اسرائیل شلیک خواهند کرد به چه معناست؟ به این معنا که بازدارندگی اسرائیل به طور کامل از بین رفته. آنچه ایرانی‌ها از حمله قبلی آموختند این است که اسرائیل ترسیده. این مسئله باعث تقویت اعتماد به نفس آنها شده. اسرائیل دیگر مکان امنی نیست. دیگر صلح پایدار نخواهیم داشت و این جنگ به این زودی‌ها تمام نخواهد شد. من هیچ نکته مثبتی در این ترورها نمی‌بینم. اسرائیل چندین سال است که به این سیاست خود پافشاری می‌کند و بعد از هر عملیات وعده می‌دهند که به زودی در برابر حماس و حزب الله ایران پیروز خواهند شد، ولی این گونه نبوده. ما راهبرد نداریم، سطح سیاسی نداریم. دولتی داریم که ناکارآمدترین دولت در تاریخ اسرائیل است و ایرانی که تهدیدی مرکزی برای اسرائیل به شمار می‌آید. ככה הטלוויזיה האיראנית בוחרת לסקר את מה שקורה כאן בישראל, זה מה שהיא בוחרת להראות לצופים שלהם, והם לא עשו עבודה כל כך קשה, הם פשוט צפו בשידורים שלנו, כמו שאני צופה בשידורים שלהם.